دکتر یه دیوونه است. اون میخواد اولین 1000 پای انسانی جهانو با اتصال بدن 3 نفر به هم درست کنه. دکتر 2 تا دختر و یه پسر رو انتخاب میکنه و بعد اونا رو با یه داروی قوی بیهوش میکنه و به تخت میبنده. وقتی اونا به هوش میان به دکتر التماس میکنن که بذاره برن، اما دکتر بدون توجه به حرفاشون بهشون میگه که قراره هر 3 تاشون رو به هم وصل کنه و تبدیل به 1000 پا بشن. دکتر خیلی به کارش اعتماد داره و قبلا هم این کار رو روی سگ‌ها انجام داده و موفقیت آمیز بوده. دکتر توضیح میده که تموم دندونهای دخترها رو برمی‌داره و فقط پسر که جلوترین فردا باید دندون داشته باشه و قضروف زانوهای همشون رو کاملا برمی‌داره تا دیگه هرگز نتونن سر پا وایسن. تنها دلیلی که دکتر این 3 نفر رو انتخاب کرده اینه که رنگ پوستشون بیشترین نزدیکی رو به هم داره. وقتی که دکتر میخواد عمل رو شروع کنه همشون بهش التماس میکنن که این کارو باهاشون نکنه، چون